این دکان رو میبینین؟ ای از شماست. ای از شماست. بسم الله الرحمن الرحیم. رنگ دوم اتاقم تمام شد الحمدلله. میفهمین کدام اتاق است؟ این کلیپ هم مشاهده کنید. طفل تسابقت الهموم إليه تجرید. خب دوستان عزیز، ما از برادر بزرگوار خواهش میکنیم که فقط یک اتاقشان با 3 یا 4 ساعت دسترس ما قرار بدن. هیچ چیز ندارن، فرش هیچ چیز نیست و ما بتونیم که منظم کنیم و بخاری بانیم و توشک عوار کنیم و فرشان منظم شود. انشالله یک 3 ساعت این اتاق بر ما میتیم. صحیح میتونه مشکل نیست. نه هیچ مشکل. من ذا يضيء له الحياة شموع. خب دوستان عزیز، کلیپ دیدیم. بله دقیقاً همون اتاق است. قسمی که وعده دادیم توشکا را میمونیم، موکیت فرش میکنیم، همه چیز منظم میکنیم، بعد اعضای فامیل دعوت میکنیم ببینیم که چقدر متعجب میشن. ذا رحمة وفضيلة كالماس كالدر الثمين. كن في حياتك غيمة تروي الحنايا والحنين ما أجمل الدنيا. خب دوستان عزیز، توشکا در سر جایش. از دفعه عزیز مامایی که بگیرم توشکا به سر جایش، کمپلا منظم، اینا رو ما بیرون میکشم و از فامیل دعوت میکنم و همچنان روی ما بشویم. اتاقشان رنگ شد، همه چیز منظم است. انشالله ببینیم که چقدر خوشحال میشن و فراموش نکنین یک خبر خوش دیگه به این فامیل است. قلبا رحيما كي يحن عليها وبلحظة عاد الحنان إليه وتفجر انشالله اتاق پاک شد. انشالله بس الله تاسو خو کې ډیر چې موږ دم داسې ژوندۍ جوړ کړل. خوشحاله یاست انشالله؟ موږ ډېر خوشاله یو چې تاسو موږ سره ښه وکړو. خوش هستی خورترک؟ بیا پیش بیا نه؟ خوشه؟ خوشحاله ای؟ خوش شدی؟ حال کمپل دیگه همه چیز یک مژده و یک خبر خوش دیگه هم به این برادر عزیز ما داریم. البته شرطش این است که باید شما چشمایتان بسته کنین که اونجا ببریم میتونه. وقتی که ببینیم امو حالت را که بر شما رخ میته اونمو دیدنی خواهد. صحیح است انشالله؟ آماده هستین بریم اونجا؟ میریم با هم یک جای. یک خبر خوش دیگه هم دارم به این خانواده. آلم وفقر حاله ودموع ظمأ وجوع قلبه موجوع. من ذا يضيء له الحياة شموع. من ذا يواسي ومن يؤوي كن بلسما يمحو الأنين. این دکان رو میبینین؟ ای از شماست. ای از شماست. فضيلة كالماس. نک گیریه برادر عزیز نک. كن في حياتك غيمة تروي لالای ما احساساتی شد. خوش شدی؟ ای بیا اینجا بیا. خوش شدی؟ این دکان شما دیگه انشالله. خب دیگه پاکانه فروشی نکو و اینجا بیا امرای پدرت باش در سکایت بخوان. خوش شدی؟ وهنا احتوته قلوب من تهوى فعل الجميل وزادها. کاکو جان دکان شماست انشالله. احساستان چی هست همین لحظه؟ احساس بسیار ما خوشحال هستم به این خاطر که ما از بکانه خلاص شدم او دم یک براحت ششتم. خداوند به شما کمک کنه او به اون که ما کمک میکنه به او الله تعالی به اون کمک کنه.
شما میتونید مواد که اینجا است ایره بفروشین برتون سرمایه کنین و گذشته از او شما تا 1 سال مکمل بیغم هستین از دادن کرای دکان و روزگار زندگی شما انشالله برا میفته. سودای دیگه هم که لازم بود حتما انشالله در دسترس شما قرار میتیم ما و ببینیم که احساس ای دختر قندولک چیست. خوش هستی حاله؟ ای جگه کال میای یگان وقت؟ این دکان از شماست خب؟ تو هم خوش هستی؟ خودت چی ساز داری؟ خوش هستی؟ خنده کاکا آفرین. خب ما با این دخترک اولین مشتری میخوایم خودم باشم. یک تا گودی یک میخرم برش. اون برام بتین. این هدیه است توفا با خودت. خب چند است قیمتی؟ 100 روپیه. این با خودت. خب با شما چی بگیرم اینجا؟ کتابچه قلم چی؟ خب یک کتابچه بده برازی. يديه حتى رأينا نور بسمتي متلألئا يبدو على شفتيه. خب دوستان عزیز فراموش نکنید که و مثل این خانواده هزارها شاید بالغ بر از او باشن که اشد نیاز به دستگیری دارن. اگه شما میخواین که ما با این خانواده ها نسبتا یک تجارت خرطرک جور کنیم که زندگی روزمرهشون به اساس سو عیار شوه، ما رو به عنوان یک پل ارتباطی انتخاب کنین. شماره تماس، شماره اکانت بانکی و لینک های دیگه مشاهده میکنین، میتونین با ما تماس بگیرین تا به اینا یک سرپناهی باشه، تا هیچ مادر از بابت فقر و بیچارگی و تنگ دستی به سطو نیامده باشه. من یک سوال دارم از برادرک خورترکم. خب او سوالی است که اولین چیز که در کتابچه نوشته میکنید چی نوشته میکنید؟ اولین چیز نوشته میکنید کسی که اونجا خیر ببینید و تشکر ازشون بکنید. ماشاءالله نوشته میکنه در کتابچه که کسایی که به ما کمک کرده خدا برشون خیر بده. جمله زیبایی است. خوش هستی قندولک؟ آفرین. دوستان عزیز فراموش نکنین ما پل ارتباطی میان شما و این خانواده هستیم. السلام علیکم و رحمت الله. الإنسان نستلهم الإحسان والراحمون المحسنون يرحمهم الرحمن.